با عرض سلام حضور شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در خدمت شما هستیم برای تقدیم برنامه زنده دیگر از این تلویزیون. مهمانان عزیز این برنامه رفیق بهروز ناصری عضو کمیته مرکزی کمله و رفیق روناک امجدی عضو و کادر حزب کمونیست ایران می باشند. رفقا خیلی خوش اومدید. تشکر میکنم. سلام دارم خدمت شما رفیق رضان و بینندگان عزیز و همکاران تلویزیون. خیلی ممنون. سلام دارم خدمت شما رفیق رضان و همکاران عزیزتون، همچنین رفیق بهروز و بینندگان عزیز تلویزیون کمله. ممنونم از شما. رفیق بهروز، ابتدا شما میخوام شروع کنم. اینکه مسئله حاکمیت در این دوران خیلی بحث شده، خیلی مهمه. میخوام نظر شما رو در این مورد بپرسم که مسئله حاکمیت در این دوره، در جریان این خیزه، تا چه اندازه میتونه مهم باشه؟ با درود به مجدد به شما، به مهمان برنامه رفیق روناک و بینندگان عزیز. بحث حاکمیت یکی از بحث‌های خیلی مرکزی و مهمی است. طبعا در هر دوره‌ای بحث حاکمیت مطرحه، اما این دوره به در جریان بودن یک قیام زنده سیاسی و انقلابی، بحث حاکمیت روز به روز بیشتر میتونه موضوعیت داشته باشه در بین طبقات، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی و این کاملا طبیعیه و تمام مبارزه، بخش بزرگی از مبارزه حول و حوش مسئله حاکمیت داره دور میزنه، چرخ میزنه و اینکه هر گروهی، هر طبقه اجتماعی تلاش کنه که در قدرت سیاسی سهیم باشه یا حداقل اگه قدرت هم نگیره تا اون حد وزن داشته باشه که بتونه تاثیرگذار باشه، به نظر من مسئله کاملا طبیعیه. بحث قدرت سیاسی یکی از اون بحث‌های مسائل بازیه که هم برای بورژوازی و هم برای ما و هم برای توده‌های کارگر و زحمتکش مطرحه و هر طبقه و گروه اجتماعی بنا به منافع خودش تلاش میکنه که در این زمینه متحدین خودش رو پیدا کنه، قدرتمند بشه و اینجا ما بحث مشخص ما در رابطه با ایرانه و در ایران بتونه که به وزنه اجتماعی برای تاثیرگذاری روی قدرت سیاسی تاثیرگذار باشه. مسئله خیلی روزیه، به همون اندازه که برای بورژوازی به اشکال مختلف مسئله مطرح، دیالوگ ها، همکاری ها، تلاش برای تشکیل ائتلاف ها، همه اینها مطرحن در جوانب مختلف. به همین شیوه مسئله اتحاد، همکاری، یافتن دوستان خود برای جنبش ما هم مطرحه و ما هم باید در این زمینه هم فکر کنیم، هم گام‌های عملی برداریم. بله، ممنونم. رفیق روناک، اگه بخوایم یکم به عقب برگردیم، دیماه 96 حضور زنان در این اعتراضات، میخوام بگم که خواسته زنها در اون دوران چی بود و در این دوره، در جریان این خیزش انقلابی که از 26 شهریور ماه آغاز شده، چه خواسته ای دارن و چه دستاوردهایی از دیماه 96 تا کنون به دست آوردن و برای ادامه راه باید چیکار کنن؟ رفیق رضان، زنان ایران، زنان آزادیخواه ایران نزدیک به 43 ساله که دارن با حکومت دولت ایران و آپارتاید جنسیتی مبارزه میکنن، اما اکنون در این بره زمانی زنان ایران رهبری این جنبش، یعنی جنبش ژینا را بر عهده گرفتن. یعنی به مقطعی رسیده که زنان الان صداشون به گوش تمام دنیا رسیده و شعار زن زندگی آزادی رو تمام دنیا شنیدن. الان اگه نگاه کنیم نسبت به قبل، زنان بیشتری به میدون اومدن، دختران جوان دبیرستانی و حتی دبستانی، دختران دانشجو، معلمان و زنان میانسال و خانواده جانباختگان، مادران جانباختگان راه آزادی اومدن به عرصه مبارزه. ترسشون ریخته، میتونن به صورت به وضوح حرف خودشون رو بیان کنن، روی دیوارها شعار نویسی میکنن، شعار زن زندگی را آزادی رو به صراحت بیان میکنن،
مثلا به طور مثال وقتی قبلا کسی شهید میشد میبردن جنازه‌شو دفن میکردن و کسی آگاهی پیدا نمیکرد که مثلا واسه چی این کس کشته شده. ولی الان مثلا توی کامیاران یکی از همسر فؤاد محمدی میاد بحث از آزادی زن میکنه، میگه که همسر من گفته معیار آزادی جامعه آزادی زنه. مادر کامران میاد حرفاشو بیان میکنه، میگه که من 14 سالم بود ازدواج کردم، در 16 سالگی بچم به دنیا آمده، ولی الان فهمیدم که زندگی یعنی چی، یعنی زندگی کردن یعنی مبارزه. در اون بعد زمانی در سالهای قبل خواست و مطالبات مردم مطالبات اجتماعی بود، ولی الان خواست و مطالبات زنان طبقه کارگر و ایران براندازی جمهوری اسلامی و شعارهای ضد حکومتی، شعارهای براندازی میدن. الان ترسشون به حدی ریخته که روسری هاشون که نماد جمهوری اسلامی رو از سر در میارن، به خیابان ها میان اما به پراکنی میکنن و از جمهوری اسلامی هیچ ترس و ابایی ندارن. بله ممنونم. رفیق بهروز، شما در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه بورژوازی به مسئله حاکمیت خیلی اهمیت میده. میخوام بیشتر در این مورد توضیح بدی. بورژوازی تاکنون برای حاکمیت چه کاری کرده؟ مسئله اینه که در طول تاریخ، تا تاریخی که ما اینجا اومدیم و از موقعی که تاریخ طبقات در جامعه وجود داشته، در اکثر مقاطع قدرت حاکمه در دست بورژوازی حاکمان و حاکمان موجود بوده است. حال از لحاظ فرم سیاسی میتونن امپراتوری باشه، میتونه شاهنشاهی باشه، در این اواخر میتونه اسلامی باشه، از این اینا. اما ما اگه از طبقه بورژوا یه مقدار وسیع ترش کنیم، بگیم ستمگران و ستمدیدگان، تاریخ ستمگران بر جامعه خیلی بیشتر از تاریخ حاکمیت ستمدیدگان بر خودشونه. ما در مقاطع خیلی کوتاهی در تاریخ بشری مثلا شاهد حاکمیت ستمدیدگان، زحمتکشان بر خودشون بودند و بعد از مدتی این حاکمیت، این وضعیتی که در نتیجه شورش و انقلاب کارگران و زحمتکشان به وجود اومده، طی پروسه های طبقاتی، جدل طبقاتی به شکست انجامیده و مجموعاً شکست خورده. ما مثلا انقلابات خیلی زیادی داریم که سرانجامشون بعد از سالها میتونه به عقب نشینی طبقه کارگر و دوباره به صدر حاکمیت رسیدن سرمایه‌داران و طبقات بورژوا منتهی بشه. مسئله اینه که در طول تاریخ ما اگه بخوایم تاریخ رو طبقه بندی کنیم، اکثریت در طول تاریخ خیلی دور دراز این طبقه سرمایه‌دار، قبل از سرمایه‌داران ستمگران، اینا بودن، حاکم بودن و به همون اندازه اینها هستن به جامعه شکل و فرم سیاسی دادن، بنا به اینکه دارای قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت پول و تمام و با توسل به این قدرت ها تمام ثروت جامعه رو در دست خود و در دست عده خیلی محدودی اینها جمع کردن و با بکارگیری این همه ثروت و قدرت تونستن که حاکمیت خودشونو با زور و سرکوب و تحمیل بی‌حقوقی و تحمیل فقر در جامعه ادامه بدن. به همین خاطر بحث حاکمیت، بحث نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در یک جامعه مشخص بحث فوق العاده مهمی است که طبقات مختلف بر اساس منافعی که دارن الگوها و آلترناتیو منطبق بر منافع خودشونو دارن ارائه میدن. به همین خاطر برای بورژوازی حیاتی است، به خاطر اینکه بخواد کسب سودش تأمین بشه و از این سود هیچ وقت ازش نبره، برای حاکمیت مبارزه میکنه. و همون اندازه بحث حاکمیت برای ستمدیدگان به طور عام و کارگر و زحمتکش و ملل تحت ستم به طور مشخصتر برای همه مطرحه. یعنی اگر طبقه زحمتکشان، کارگران، ستمدیدگان بخوان
به دنیای دیگه که منطبق باشد بر منافع خودشون، بایستی اینها مبارزه شونو. من میفهمم که مبارزه سطوح خیلی مختلفی داره. مبارزه میتونه برای برآورد کردن یک خواست مشخص صنفی باشه، مثلا برای اضافه دستمزد، یا مثلا برای بهتر کردن شرایط کار، یا برای اشتغال. همه اینها برحقن، اما برای یک تغییر بنیادی در اجتماع، در جامعه، به یک مبارزه بنیادی تر و در سطح بالاتر احتیاج هست و اینم نیازمند اینه که توده های کارگر و زحمتکش طبقه به عنوان طبقه آنقدر به آن آگاهی برسد که بگوید که من معترض این سیستم سرکوبگر استثمارگر بی حقوق تحمیل کردن بی حقوقی به مردم هستم و ما از این قدرت برخوردار هستیم و میتونیم که جامعه رو بسازیم، قوانین رو خودمون بذاریم و به همون اندازه‌ای که مثلا یک خانواده اگر از امکان مادی برخوردار باشن، یک خانواده 4-5 نفری میتونن خیلی به راحت بشینن و برنامه زندگی خودشونو بریزن. به همون اندازه این واحد کوچک اجتماعی رو بزرگ کنیم، به سطح صدها هزار و میلیون ها برسونیم. اون موقع شکل و فرمی به خودش بگیره در قالب تشکل‌ها. این مردم با توجه به ویژه مردم امروز، با توجه به سطح تحصیلیشون، با توجه به تجاربی که در پروسه 10 سال ستم و استثمار دیده‌اند، با توجه به خیلی مؤلفات مختلف، این مردم به راحتی میتوانند که سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، میتوانند قانون بنویسن و میتوانند یک جامعه خیلی خوبی رو بسازن. اما خب در این رابطه موانعی هست. خیلی خلاصه و کوتاه که بگم اینه که بحث حاکمیت برای بورژوازی و ستمگران حیاتی است و به همون اندازه هم برای ما، برای کارگر و زحمتکش، برای ساختن دنیای دیگر به همون اندازه اونم حیاتی است. رفیق بهروز، بحث از طبقه کارگر شد. در تقابل با بورژوازی، طبقه کارگر در مورد حاکمیت چه کار باید بکنه و تا کنون چه کار کرده؟ اینکه طبقه کارگر چه کار کرده است، این موضوع مبارزه همه امروزه، اما این موضوع است قابل بحث بررسی است و تمام موضوع جدل مبارزه سیاسی طبقاتی و که ما بیشتر روش خم میشیم و مسئله‌مون هم هست این است که طبقه کارگر بنا به خصلتش همیشه در حال مبارزه بوده است، اما این مبارزه کارگران بیشتر در چارچوب برآورد کردن خواسته هایی که دارن روزمره در محیط کار مربوط به زندگی، در این چارچوب بیشتر که ما به اسم خواسته های صنفی مطالباتی ازش اسم برده ایم. طبقه کارگر در این چارچوب مبارزه کرده است. در طول 40 سال گذشته کمتر سالی بوده است که صاحب ده‌ها، صدها و بعضا هزارها اکسیون و اعتراض و اعتصاب نبوده باشد. اما ما اگه بخوایم در یک سطح خیلی اساسی بخوایم صحبت کنیم، بایستی خیلی لازم است که با یه دید انتقادی به خود مسئله مبارزه طبقه کارگرم بنگریم. این که این موضوع بازیه. من میتونم نظرات خود به عنوان یک پیشنهاد بحث انتقادی ارائه بدم و اونم اینه که طبقه کارگر در سطح میلیونی، نه در سطح فعالین رهبران، بلکه در سطح مردم زحمتکش بایستی به این آگاهی برسند که سیستم موجودو به طور کلی نخوان، بگن ما علیه این سیستم استثمارگر معترضیم، اونو نمیخوایم و ما خودمون میتونیم، یعنی اونا به قناعت برسن که خودشون حاکم خودشون باشن. اصل موضوع و چالش اصلی در همین رابطه است. مانع‌هایی که پیشاروی جنبش کارگری هست همین است که انرژی ها رو میگیرد و ماها در بعد وسیع بایستی به فکری بکنیم که ما بالاخره تحلیل کنیم، پیشنهاد کنیم، فعالیت کنیم که با موانع بهتر آشنا بشیم و بتونیم با خرد دست جمعی راه‌حل‌هایی برای رفع موانعی که انرژی کل کارگر و زحمتکشو گرفته، اون انرژی رو رها کنه تا بتونه به میدان مبارزه سیاسی و به چالش کشیدن سیاسی طبقه حاکم به این سطح برسه. این موضوع مبارزه امروز است و
مبارزه روزمره است که باید انجام بدیم. بله ممنونم رفیق بهروز. رفیق رونق، در صحبتاتون اشاره کردید که رهبری این خیزش به دست زناست. به نظر شما این انقلاب زنانه است یا طبقاتی؟ به نظر من زنان نصفی از طبقه کارگر رو تشکیل میدن و این انقلاب کارگری هستش. یعنی شما نمیتونین در هیچ برهه زمانی زنان را از طبقه کارگر جدا کنین. زنان هستن که در کارگاه‌ها، در خانه و در اماکن دیگه در جامعه کار میکنن. زنان هستن که نیروی کار رو درست میکنن. یعنی زنان رو نمیتونی از طبقه کارگر جدا کنی. وقتی که مردی میاد به خیابان دست دخترش رو یا همسرش رو میگیره، اون مرد همسر اون خانمه، اون آقا کارگره. وقتی که شما نگاه میکنین که زنان میان به خیابان ها و اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن، کیان هستن که حمایتشون میکنن؟ همسراشون هستن که حمایتشون میکنن. خواست و مطالبات مردم در این مقطع درسته از مرگ ژینا شروع شد، اما خواست و مطالبات مردم براندازی جمهوری اسلامی، خواست و مطالبات برحقی دارن و تنها برداشتن حجاب اجباری نیستش. یعنی مردم ایران باید آگاه باشن که گول حزبای راست رو نخورن. باید به این باور داشته باشن که تنها نیرویی که میتونه جمهوری اسلامی رو از پای در بیاره اونا هستن، طبقه کارگر هستن. این خیزش طبقاتی و کارگریه. من به عنوان یک فعال سیاسی از تمام طبقه کارگر، کسایی که در کارخانه ها هستن، عاجزانه تقاضا دارم که صندوق اعتصابات بذارن، در کارخانه ها اعتصاب کنن. اعتصاب یکی از راه های مبارزه کم هزینه تر به نسبت مبارزه های دیگه از علیه جمهوری اسلامیه. بله ممنونم رفیق رونق. رفیق بهروز، رفیق رونق بحث از پیوستن کارگران به این خیزش کردن. میتونم بگم که پیوستن کارگران در این خیزش تا حدودی کمرنگ بوده. برای پیوستن بیشتر کارگران، به خصوص کارگران صنایع کلیدی مثل نفت و گاز و پتروشیمی، چه کار باید کرد و چطور میتونیم اینا رو به میدون بیاریم؟ من اجازه میخوام که قبل از اینکه به این سوال بپردازم فقط یکی دو نکته در رابطه با سوالی که از رفیقمونم کردی من یک نظر کوتاهی بدم. اینکه آیا این انقلاب ژینا، یا که من اسمشو میذارم قیام ژینا، آیا زنانه است یا طبقاتی است؟ توضیحی که من دارم اینه که چهره مبارزه طبقاتی امروز به درجات زیادی به نسبت 40-50 سال گذشته تغییر کرده است، به دلیل اینکه طبقه کارگر تغییر کرده است و تغییراتی که این طبقه از سر گذرانده بیشتر اینه که مثلا کارگران تحصیل کرده ترن، فهمیده ترن، با تجربه ترن و امروز ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که به عصر اینترنت، عصر رسانه ها مشهوره و کل این عصر اینترنتی رسانه ای نه فقط برای بورژوازی داره، خب کاربرد خودشو داره، رو خود زندگی ماها و طبقه کارگرم تاثیر گذاشته. و مثلا فرض کنیم اگر ما با تمام ابزارها و وسایل تکنیکی که امروز باش مواجه هستیم و بعضا خودمونم در اختیار داریم، به هیچ وجه در 40-50 سال در موقع انقلاب 50 ما شاید اینا نبودیم. این یک کیفیت دیگه رو داره به وجود میاره و میتونه که تاثیرگذار باشه رو خود سطح مبارزه هم. مبارزه رو میتونه با استفاده از ابزارهای پیشرفته تری به سطح دیگری ببره. به همین خاطر ما یعنی من میخوام اینو بگم که چهره مبارزه طبقاتی مدرن‌تر، امروزی‌تر، مختلط‌تر و ترکیبی‌تره، به این معنا که هم زن رو در بر میگیره، هم مرد رو در بر میگیره و زنان و مردان. امروز هم زنان، خیلی از زنان تو ایران تحصیل کرده تر است حتی بخشن مردان هستن، یا اگه بخوایم مثلا مقایسه کنیم با چند دهه قبل. به همین خاطر این چهره کلی تغییر کرده است، مثل گذشته نمونده است و به همین اعتبار ما میتونیم اینو در رابطه با اگه بخوایم یه بحث مثلا تحقیق تخصصی داشته باشیم در رابطه با چهره مبارزه طبقاتی در این عصر،
میتونیم به کلی از تفاوت‌ها و اینا اشاره کنیم. این در رابطه با این. در رابطه با سوال شما، این که حضور کارگران، خیلی از رفقا تو تلویزیون هم به درستی گفتن که این جنبشی که حالا در جریان این قیام یا این انقلاب ژینا، انقلاب کنندگان یا قیام کنندگان خودشون بخشی از طبقه کارگر هستند، اما به صورت منفرد. این بحث درسته، اما بحث این که چرا به صورت جنبشی، به صورت طبقه‌ای هنوز وارد نشده. اینجا دیگه انسان، من نمیتونم به صورت حکم صادر کنم، اما میتونم به عنوان بحث ارزیابی و بررسی نظر خودمو بدم. یکی اینی که به طور کلی توده های کارگر و زحمتکش، عامل طبقه هم که بشه، اینها بعضا در پروسه عمل و پراتیک، در جریان عمل به تجربه کسب میکنن و با توجه به کسب تجارب حتی سطح آگاهیشون رو به بالا میبرن. این در جریان عمل است که صفوف مبارزاتی مثل علک زده میشه، متحدتر میشن و این به تدریج، یعنی یک شبه نیست، این پروسه است. این پروسه هم یواش یواش، هم بعضا و هم در مقاطعی میتونه سرعت به خودش بگیره. اما موانعی سر راه جنبش کارگری وجود دارد که ما نمیتونیم نسبت به این موانع بی اهمیت باشیم. به نظر من یکی از موانع اقتصادی است، اینکه چگونه زندگیشون رو تأمین کنن، و یکی از موانع دیگه‌ای که این نظر فردی منه، نظرات نادرست و غلطیه که در جامعه ایران هنوزم متأثر از مثلا توهماتی که این توهمات یه سرش به اصلاح طلبان وصله، یه سرش به بعضی از چپ‌های حافظ وضع موجود وصله، که اینها به طور کلی میتونن توهماتی رو تو جامعه ایران دامن بزنن. یعنی مثلا این که ما میتونیم به جای انقلاب از طریق اصلاحات تغییرات مورد نیاز رو تو جامعه ایران برآورد کرد، اما تا اینکه ما بتونیم بر این توهم، یعنی توهم در رابطه با اصلاحات در تقابل با انقلاب فائق بشیم، در عرصه‌های مختلف جدل میخواد، هم جدل نظری، هم جدل عملی، و هم این که ما بتونیم با به کار بردن تبلیغات در سطوح مختلف ببخشید من صفحه رو از دست دادم، حالا ببینم چگونه میتونم برگردم. شما منو میبینید؟ بله، ما تصویر شما رو داریم. من تصویر شما رو ندارم، اما همینطور صحبت میکنم تا بعداً چیز میکنم. به همین خاطر صحبت من اینه که ما بایستی برای اینکه بتونیم تاثیرگذار باشیم، یا طبقه کارگر حتی بتونه به صورت دست جمعی‌تر، متشکل‌تر به عرصه مبارزه سیاسی بیاد، ما باید شناخت بیشتری از بنا به وضعیت امروز اولا از خود طبقه به دست بیاریم، شناخت بیشتری کسب کنیم و با موانعی که هم امروز باعث دست به گریبانه بیشتر آشنا بشیم. موانع طبقه کارگر به نظر من صرفاً اقتصادی نیست. موانع اقتصادی مثلا نبود صندوق‌های همبستگی مالی، صندوق اعتصاب که بتونه کارگران رو در مواقع اعتصاب تأمین کنه، اینا همه واقعیاً بایستی به قول رفقا در درون ایران همچون فکری کرد و در خارج ایران به اونا کمک کرد. اما تمام معضلات و موانع فقط مشکل صندوق مالی نیست، به نظر من معضل ذهنی هم هنوز وجود داره و این در مقابل، این یک چالش و مسافیه در مقابل ما که ما بتونیم که توهماتی که وجود داره و بیشتر شناسایی کنیم و بتونیم با اونم مقابله کنیم که این انرژی بی انتهای طبقاتی رو بتونیم رهاش کنیم علیه سیستم موجود. بله، خیلی ممنون. رفیق روناق، دو تن از رفقا در سقز و سنندج، حسن آباد سنندج و سقز آیدا، دو تا سوال پرسیدن از شما که سوالاش جوابشون یکیه و مفهوم سوالاتشون اینه که علیرغم این که این همه آکسیون در خارج کشور برگزار شد و گفتن که خود شما هم
شرکت کننده یکی از این در این اکسیون ها بودید و علیرغم حمایت های بین المللی از معترضان و قبول کفالت زندانیان سیاسی، چرا کماکان جمهوری اسلامی به اعدام دست زد و چرا کماکان زندانیان رو در زیر شکنجه میکشه؟ جمهوری اسلامی پشتش به چی گرمه که علیرغم این همه حمایت بین المللی و محکوم کردن اعدام ها باز هم دست از اعدام و سرکوب معترضان بر نداشت؟ رفیق رضا، ما در خارج کشور اکسیون های اعتراضی در حمایت مردم ایران برگزار کردیم و دلیلش هم این بود که بتونیم صدای مردم ایران باشیم تا مردم دنیا، انسان‌های آزادیخواه ببینن که مردم ایران دارن اعدام میشن و جمهوری اسلامی چجوری داره با ماشین سرکوبش عزیزای ما رو از ما میگیره. جمهوری اسلامی چندین طی 43 سالی که سر کار اومده به وسیله ابزار سرکوب، پلیس، دادگاه و جوانای ما رو اعدام میکنه و میکشه. دلیلش چیه؟ جمهوری اسلامی برای ادامه حیات خودش مجبوره که خشونت و تولید و باز تولید کنه. چجوری این خشونت و تولید باز تولید میکنه؟ جوانای ما رو اعدام میکنه. میگه که اگه من اینا رو اعدام کنم فردا دیگه میترسن و به خیابان ها نمیان و به زبانی ساده تر جمهوری اسلامی از ترس مردمه که این کارا رو میکنه. اما طی چند روز گذشته چندین تن از رفقای عزیز رو در ایران اعدام کرده و امشب قراره که 2 تا از عزیزانمون محمد قبادلو و محمد بروغنی رو اعدام کنه. خواهشمندم از مردم که به خیابان‌ها بیان و صدای این عزیزان باشن، تکیه‌گاهی باشن برای خانواده هاشون، نذارن که جمهوری اسلامی به تأثیری داشته رفیق رونا؟ جان، تهدیدات جمهوری اسلامی تأثیری بر ادامه این خیزش داشته؟ نه، جمهوری اسلامی اعدام رو ابزاری برای سرکوب مردم ایران دونسته، اما خیالش خیلی توهی مردم ایران ترسشون ریخته، به خیابان ها میان و هیچ ترسی از جمهوری اسلامی ندارن و جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه که بگه من هستم. تنها ابزاری که الان دست جمهوری اسلامی ماشین سرکوب و اعدام و اینجور چیزاست. جمهوری اسلامی الان اگه از شهرهای کردنشین من بیشتر خبر دارم، مثلا توی سنندج از سربازایی استفاده میکنه. این سربازا رفیق رضا اصلا نه زبان کردی حالشون میشه نه فارسی. معلوم نیست که از چه شهر یا چه کشوری این افراد میاد، کسایی قد بلند و خیلی ترسناک برای ایجاد رعب و وحشت. اما جمهوری مردم ایران میدونن و طی این 43 سال فهمیدن که اینها تنها ابزاری برای ترسوندن مردم ایرانه. اما آیا در این گرانی، در این خفقان مردم ایران با این چیزا قانع میشن؟ یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به وسیله اعدام جلوی این انقلاب رو بگیره، چون مردم تصمیم خودشونو گرفتن. مردم دیگه نمیتونن واقعا این وضعیت رو تحمل کنن و این خشونت ها را قبول کنن. جمهوری اسلامی به وسیله ماشینای سرکوبی که بیان کردم میاد خشونت رو تولید و باز تولید میکنه، مردم رو میکشه. بعد دیگه همین. ممنونم. رفیق بهروز، نظر شما چیه؟ خامنه‌ای در یک سخنرانی اشاره کرد اینکه خدای امسال خدای دهه 60، در حالی که غافل از اینکه این مردم دهه 60 با همون آگاهی و تفکر نیستن. به طور نمونه وقتی دیشب قرار بود محمد بروغنی و محمد قبادلو رو به سلول‌های انفرادی میبرن که به اعدامشون کنن، خانواده ها خیلی زود مطلع میشن و جلوی زندان رجایی شهر کرج و اطرافش خیلی شلوغ میشه. میخوام نظر شما رو در این مورد بپرسم. خامنه ای از یک زاویه داره درست میگه خدای دهه امروز هم همون خدای دهه 60. به طور واقعی خدای امروز و دهه 60 و 100 سال پیش فقط یه خدا بوده
و اون چیزی که کدی که خامنه‌ای داره میده در رابطه با سرکوب و اشارهش به سرکوب دهه 60 که انجام داد و اینکه ما با اعتراضات هم به همون شکل و شیوه دهه 60 مقابله میکنیم، سرکوب میکنیم و اینه. و این بحث به این خاطر من میگم درسته، به این خاطر که خدا و خدا دوستان همیشه سرکوبگر بودن. یعنی در طول تاریخ یک موردی و ما مشاهده نمی کنیم از گروه های مذهبی و به ویژه اسلامی که ما داریم حرف میزنیم به طور مشخص که در یه جایی باشن، ادعای حکومت داشته باشن و قتل عام راه نینداخته باشن و مردم رو سرکوب نکرده باشن. به همین خاطر اینا از یک خدای سرکوبگر دارن تغذیه میکنن. اما بیان سیاسی اون چیزی که خامنه ای میگه تقابل با جنبش هاست، تقابل با اعتراضات و تفاوتی که امروز با دهه 60 کرده است این است که در دهه 60 جمهوری اسلامی موفق شد که احزاب سیاسی و با گرایشات مختلف چپ و راست رو اصلا سرکوب کنه و تمام دستاوردهای انقلاب 57 رو اصلا بگیره و جنبش رو به عقب واداره. از این لحاظ اونا موفق شدن. اما تفاوتی که کرده است اینه که جامعه و سطح مبارزه و توده ها همان توده های دهه 60 نیستن. امروز ما با نسلی مواجه هستیم که در این قیام ژینا هم شرکت دارن که به طور کلی تجربه انقلاب 57 رو ندارن، این آن انقلاب رو مشاهده نکرده اند و یه نسلی هستن که در این عصر اینترنت و رسانه‌ای متولد و بزرگ شده اند و به همین اعتبار یه نسل امروزی جهانبین و منتقدی هستند که خدای دهه 60 خامنه ای نمیتونه این جوانان آگاه و معترض رو به زانو بزنه یا اینها رو بترسونه. کما اینکه تازه بحث از ترس و واهمه نسبت به جمهوری اسلامی گذشته است و مردم زحمتکش بخش خیلی زیادی تصمیم گرفتن که به مبارزه و اعتراض و قیامشون ادامه بدن. اما اینکه این قیام سرانجامش به کجا خواهد کشید، موفقیتش چگونه خواهد بود، اینا موضوعات باز و امروزی و قابل بحثن و ما نمیتونیم نسبت به اینا حکم صادر کنیم. اما اون چیزی که مسلم اینه که این قیام تداوم پیدا خواهد کرد و روز به روز بر وسعت و دامنه آن افزوده خواهد شد. این جزو مهمترین نقاط قدرت این قیامه که کشمکش و جدال‌های بین ما بگیم ستم دیدگان با سرکوبگران و روز به روز حادتر میکنه، شدیدتر میکنه. روز به روز ما با مسائل مختلفی روبرو میشیم، مسائل عمیق‌تر میشوند و همه اینها در یک پروسه زمانی به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه و مطمئناً توده های کارگر و زحمتکش میتونن موفقتر و پیروزتر از این پروسه مبارزاتی بیرون بیان. به همین خاطر خدای خامنه ای یک خداست، یک خدای سرکوبگرانه است، اما شرایط و اوضاع احوال سیاسی جامعه تغییر کرده است و مردم هم تغییر کرده اند و ما با نسلی مواجه هستیم که نسل معترض و منتقده. و من قبلا در بحث‌های گذشته گفتم که ما لازم است که خیلی آگاهانه به نسل مبارز امروز ما برخورد کنیم و با عنوان مبارزین سیاسی تلاش کنیم که وحدت و همبستگی بین نسل‌ها به وجود بیاریم و به ویژه نسل‌های گذشته، نسل انقلاب پشتیبان نسل امروز باشد از خواسته‌هاش و با دیالوگ و مشارکت در همکاری با همدیگر بتونه حتی این آگاهی رو عمیق‌تر کنه، وسیع‌ترش کنه که همه جانبه‌تر به سطح مبارزه برخورد کنه. بله، ممنون رفیق بهروز. همراه با رفیق روناق اگه موافق باشید میان برنامه با هم ببینیم. من موافقم. بفرمایید.
سرود یاران صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان. رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران تا آسمان است ستاره باران. هم رسم و پیمان موج خروشان، زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چون در خورنده باش در این شب سیاه، چو نوری تابنده باش بر این ظلمت بی صدا. اندیشه باش، اندیشه باش بر جهل شب پرستان. همچون تیشه باش، کوبنده باش، کوبنده بر این ریشه باش. بگو بر نوحه خان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم به گلزار لاله ها نشسته‌ایم. بگو بر نوحه خان شوم شب خموش، 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 ما بلبلان پر از نغمه‌ایم به گلزار لاله ها نشسته‌ایم. از این قفس بیزار و خسته‌ایم. سرود یاران صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان. رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران تا آسمان است ستاره باران. هم رسم و پیمان موج خروشان، زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چون در خورنده باش در این شب سیاه، چو نوری تابنده باش بر این ظلمت بی صدا. اندیشه باش، اندیشه باش بر جهل شب پرستان. همچون تیشه باش، کوبنده باش، کوبنده بر این ریشه باش. بگو بر نوحه خان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم به گلزار لاله ها نشسته‌ایم. بگو بر نوحه خان شوم شب خموش، 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 ما بلبلان پر از نغمه‌ایم به گلزار لاله ها نشسته‌ایم. از این قفس بیزار و خسته‌ایم. ما نیمه دیگریم، نه کمتریم نه برتریم. ما نیمه دیگریم، با هم برابریم.
خواهان دنیای بهترین. امسال سال خونه، امسال سال خونه، امسال سال خونه. با سلام مجدد حضور شما بینندگان گرامی. رفیق روناک، میخوام از شما بپرسم که آینده این خیزش رو چطور میبینید و اینکه خیلی از خانواده ها هستن که عزیزانشون در بند هستن و هنوز اطلاع رسانی نکردن. میشه به این دو سوالم خیلی کوتاه پاسخ بدید؟ رفیق رضان، درست این جنبش 4 ماه طول کشیده، ولی قطعا این جنبش به انقلاب منجر میشه، چون ما محکومیم به این که این انقلاب رو پیش ببریم. اگر اینجوری نشه جمهوری اسلامی مردم ایران رو بیشتر زیر خفقان میگیره. من درخواست دارم از اون خانواده هایی که عزیزانشون در بند هستن اطلاع رسانی بکنن و صدای فرزندانشون باشن، چون اگه خبر نداشته باشن بدون آگاهی مردم، جمهوری اسلامی اونا رو در خفقان اعدام میکنه و نمیتونن دفاع کنن از فرزندانشون. رفیق بهروز، نظر شما در این مورد چیه؟ من به طور کلی نسبت به آینده خوشبینم، نسبت به اینکه جمهوری اسلامی به اون نقطه‌ای که نمیخواست برسه رسیده است و اون هم رودرویی آشکار سیاسی و تقابل خیلی روشن توده هاست با خود این سیستم حکومت. خیلی تلاش کرد که به این نقطه‌ای که امروز ما رسیده ایم بهش نرسه، اما موفق نشد. و این خیزش علیرغم این که متاسفانه این تاریخ تمام انقلابات، تغییر تمام کشورها اینو به ما میگویند که این تقابل با حکومت هزینه برداره و قیام کنندگان هم در این پروسه که تا امروز هزینه خیلی زیادی پرداخت کرده اند، متاسفانه هزینه بازم پرداخت می شود. اما سوال از مهم اینه که چگونه می توان از هزینه های بیشتر رو کاهش داد و اجازه نداد که مثلا جوانان و زنان و دختران بیشتری کشته بشن، مردم به زندان برن، اعدام کنن. این دیگه به سطح مبارزه، درجه همبستگی و درجه به میدان آمدن توده ها در خیابان ها و در کارخانه ها و محل کار است. امروز به طور واقعی یکی از چالش هایی که جنبش ما باعث روبرو هست و ما بایستی در این زمینه کار کنیم این است که اکثریت تو سوال قبلی شما هم بود، طبقه کارگر به عنوان طبقه به صورت متشکل هنوز به تمامی به وارد عرصه مبارزه سیاسی علیه این سیستم و حکومت نشده است، علیرغم اینکه پیوستنش به این قیام تدریجیه و به همون صورت توده های زحمتکش خیلی وسیعی در شهرها هستند که هنوز رسما علیرغم اینکه باطنا تمایل دارن، دوست دارن که این سیستم عوض بشه، اما بنا به دلایل و موانعی هنوز نپیوستند. پس در نتیجه تا ما این توازن، ما احتیاج به این داریم که توازن قوا را بیشتر تغییر بدهیم به نفع جنبش، به نفع قیام کنندگان و تغییر توازن قوا به طور واقعی معنای آماری دارد، یعنی به این معنا که توده های میلیونی، چند صد هزار نفری بیان در خیابان و توده های کارگر در کارخانه ها، در محل های کار، مراکز اصلی تولیدی دست به اعتصاب و مبارزه بزنن و
مبارزه بعد وسیع‌تری از این که حالا داره و خود بگیره. در اون شرایط جمهوری اسلامی نمیتواند به میل خودش سرکوب کند و هزینه بیشتری رو به جامعه تحمیل کند. به همین خاطر به نظر من تلاش نه فقط ما بلکه تمام آزادی خواهان، تمام مخالفین وضع موجود لازم است که این جهت رو داشته باشد که با اتحاد وسیع‌تری این توده های مردم بیشتری رو تلاش کنن به صحنه بیان به میدان تا با قدرت توده‌ای جمهوری اسلامی وادار به شکست کرد، وادار به عقب نشینیش کرد و اجازه نداد که مردم رو دستگیر کنه، اعدام کنه و این اجازه ندادن تنها در نتیجه مبارزه است به طور واقعی و این مبارزه باید با قدرت بشه. قدرت هم با نیرو قدرت به وجود میاد و به همین خاطر باید تلاش کرد که از لحاظ آماری، از لحاظ کمیتی جنبش ما هرچی وسیع‌تر باشه، هرچی میلیونی‌تر باشه که بتونیم فشار به جمهوری اسلامی و رودرویی‌ها را خیلی جدی‌تر از این بکنیم. رفیق روناق، اخیراً علی خامنه‌ای در یک سخنرانی گفت که خواستار برخورد جدی از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم با معترضین شد. ارزیابی شما از این صحبت‌های خامنه‌ای چیه که بعد از گذشت بیش از 100 روز از خیزش انقلابی مردم ایران، علیرغم اینکه چندین بار بعد از یک سکوت طولانی میاد و معترضین رو به قول خودش یک مشت اغتشاشگر میدونه که به زودی این اغتشاشات تموم میشه، این اعتراضات تموم میشه، ولی حالا میاد میگه که خواستار برخورد جدی با معترض. از ارزیابی شما از صحبتاش که چرا بعد از این مدت میاد و خواستار برخورد جدی میشه؟ خامنه‌ای و دستگاه جمهوری اسلامی فهمیدن که به آخرای خط رسیدن و این اعتصابات و اعتراضات مردم به برکناری اونا و بیرون کردنشون از ایران منجر میشه. به خاطر ترسشونه اومدن از اعمال خشونت میکنن. جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر با اعدام‌های پی در پی در کردستان و در بقیه شهرها خواسته که بگه که من هستم، من قدرت دارم، من اگه به خیابان‌ها بیاین مطالبات خودتون رو بخواین، خواستار براندازی حکومت بشین، اعدامتون میکنم. اما نشانه از ترس جمهوری اسلامی، میدونه که دورش به پایان رسیده و مردم به آگاهی طبقاتی بسیاری رسیدن و جمهوری اسلامی رو نمیخوان. زنان امروز در ایران پای بر مناسبات اسلامی جمهوری اسلامی میذارن، میان روسری هاشونو آتیش میزنن. جمهوری اسلامی اصلا هیچ ملاک و معیاری اخلاقی واسش نمونده. یک جوانی را به خاطر بوق زدن در خیابون میگیره میکشه، یک پسر بچه رو میزنه میکشه. جمهوری اسلامی جمهوری بچه کشه. جمهوری اسلامی یه نوجوان رو به خاطر اینکه یه سطل زباله رو آتیش زده میگیره اعدام میکنه. اینها تنها دلیل بر اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که به آخرای خط رسیده و هیچ جایگاهی بین مردم و طبقه کارگر ایران نداره. رفیق بهروز، نظر شما در این مورد چیه؟ میتونی سوال تکرار کنی؟ اینکه علی خامنه‌ای اخیراً یک سخنرانی داشته و خواستار برخورد جدی با معترضین شده. از رفیق روناق پرسیدم که ارزیابی شما در این مورد چیه؟ حالا همین سوال از شما میپرسم، ارزیابی شما از سخنان علی خامنه‌ای چیه؟ علی خامنه‌ای ابتدا خیلی متوهم بود نسبت به اعتراضاتی که شده. برای مدت اونو به رسمیت نشناخت، اصلا بهش اشاره هم نداشت. بعد وقتی که این قیام ادامه پیدا کرد، ناچار شد بعد از یه مدتی چند هفته بهش اشاره کنه، اونها رو به عنوان اغتشاشگر نام ببره. اغتشاشگری که مثلا میاد و میره، سرکوب میشه، اونها فائق میشن به این حرکات و اینها. بعد دید اینم نمیشه و بعد وقتی که اعتراضات ادامه پیدا کرد، اون هم تقریبا حالا مدتیه که خیلی زیاد داره رسانه‌ای میشه، گفتگو میکنه برای مردمان خودش و در این لابلا سیاست‌های خودشون رو دارن اعلام میکنن. این که
مجبور شد که اذعان کنه به این که این قیام ادامه داره و باید سرکوب بشه و با یه زبان خیلی صریح و روشن دارن صحبت میکنن که به هیچ وجه اعتراضات و خواسته هایی که قیام کنندگان دارن و به رسمیت نشناسن از یه طرف. از طرف دیگه با توسل به تمام خرافات و ایده هایی که آیین شرع اسلام و مجموعه اینها که دارن بتونن از اینا به عنوان ابزار و وسیله استفاده کنن برای مشروعیت بخشیدن به سرکوبی که اینها بهش احتیاج دارن. جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب مستقیم و خشن هیچ توهمی نداره و در این حال مسئله اینه که توده های مردم هم دقیقاً به همین نکته متوجه همین نکته شدن که اونها هم به همون اندازه امروز متوهم نیستن و به همین خاطره که توهم زدایی در بین توده ها به تدریج بیشتر میشه، توده های مردمی بیشتر در سفارایی میکنن و جمهوری اسلامی به عنوان آخرین حربه از مسئله سرکوب خشن اوریان استفاده میکنن. به طور واقعی سوال دیگه از شما بپرسم و اینکه بذار این جمله رو تموم کنم. به طور واقعی اگر جمهوری اسلامی حربه سرکوب در اختیار نداشته باشد، اگر اون چیزی که اونها به عنوان عزت و قدرت نام میبرند، این برای بشریت و انسانیت فقط نشانه اوج ذلالت و ورشکستگی از این زاویه، چون همش یعنی قدرت یعنی تولید سلاح و اینها حقانیت خودشونو به وسیله سرکوب و تمام شاهکارشون تولید سلاح‌های مختلف برای ترساندن مردمه، به غیر از این هیچ چیزی دیگه نداره و به همین خاطر مردم هم با همه اینها آشنا شدن. اونها هم توهم خودشونو نسبت به این رژیم واقعا جنایتکار، فریبکار، دروغگو، خشن، نوکرمنش نسبت به خارجی‌ها اما سرکوبگر نسبت به مردم ایران دیگه توهم نمونده. اونا هم وارد مبارزه میشن. اما این مبارزه چون هزینه برداره، جنبش ما داره پروسه خودش رو داره طی میکنه که بتونه چیز بکنه. به هر صورت از سوی حکومت جمهوری اسلامی و خامنه ای سرکوب اعتراضات آن حربه‌ای است که اونها به کار میبرن. رفیق بهروز، در صحبت‌های قبل‌ترتون اشاره کردید به اینکه مسئله حاکمیت برای هم بورژوازی و هم طبقه کارگر خیلی مهمه. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی کدوم گروه، کدوم قشر در این دخیلند؟ یعنی در حاکمیت دخیلند؟ بله. ما برای جامعه مبارزه میکنیم. ما فقط منظورم حزب نیست، منظورم طیف وسیع از معترضین. تمام قیام کنندگان هم میتونن بخش اعظمشون با این موافق باشن که در ابتدای مسئله جامعه آزاد، دموکراتیک و احترام به حقوق انسانی و ما در جامعه داشته باشیم. وقتی که آزادی های سیاسی بود، این شرایط معذرت میخوام رفیق بهروز بفرمایید. وقتی که آزادی سیاسی در جامعه به وجود آمد، این شرایط برای نه فقط طبقه کارگر بلکه همه اقشار و گروه های مختلف اجتماعی فراهم می شود که تشکل خودشونو داشته باشن و از طریق تشکل خودشونو بیان کنن. حکومت آینده اگه به مطلوب ما باشد، یه حکومت آزاد دموکراتیکی است که از طریق مجامعی که کارگران و زحمتکشان تشکیل میدهند این جامعه در عرصه های مختلف اداره می شود و معمولا بهش میگن شورا، اما من میگم ظرف، به دلیل اینکه این توده ها هستن که کارگران هستن، جایی که میتونن اتحادیه کارگری بزنن، اتحادیه بزنن، خودش رو در قالب اتحادیه بیان کنن، یا سندیکا یا شوراها یا بنکه ها یا به هر حال مجامع مختلف. ما گروه های مختلف اجتماعی داریم، از کارگران، معلمان، دانشجویان و خیلی گروه های مختلف. اینها از این امکان برخوردار باشن که از طریق تشکل خودشونو بیان کنن. حکومت آینده
یه حکومتی خواهد بود که از طریق تشکل و قانون اداره میشه و این تشکل و قانون نه فقط طبقه کارگر بلکه احاد گروه‌های مختلف اجتماعی رو در بر میگیره. یعنی مثلا اگر قرار باشه به این خاطر ما مثلا یکی از بحثایی که خیلی مهمه، نکات مهم اینه که این بحث آزادی و قیام به همون اندازه، این در رابطه با اتحاد جنبش‌های مختلفه، اینه که آزادی به همون اندازه که جوانان، زنان و دانشجویان، معلمین به آزادی و حقوق خود احتیاج دارن، به همون اندازه این برای توده‌های کارگر و زحمتکش هم صدق میکنه و به همین خاطر آن آلترناتیوی که من مد نظرم هست یه آلترناتیو عمومیه که طبقه کارگر و تمام اقشار و گروه‌های اجتماعی رو در بر میگیره و همه رو مشارکت میده در امر حاکمیت، نه به صورت فردی بلکه به صورت جمعی، تشکلی و همه میتونن مشارکت داشته باشن. به همین خاطر یک حاکمیت، یعنی این تعبیر از حکومت شورایی یک تعبیر همگانی است که حاصل آن برای همه مردم است. بله من یعنی وقتی که من آخرین اینطور خلاصه کنم، این حکومت از لحاظ اقتصادی شرایطی رو فراهم میکنه، شرایطی رو به وجود میاره که استاندارد زندگی شامل همه افراد میشه. یا مثلا حقوق یه استانداردی میذاره که هیچ کسی از اون حداقل کمتر دریافت نمیکنه و همه اینها رو فرهنگ انسان، رو دانشش تاثیرگذار خواهد بود و به همین خاطر این حکومت نه فقط حکومت کارگران بلکه حکومت کارگران، زحمتکشان برای تمام جامعه خواهد. بله ممنون. خیلی ممنون رفیق بهروز. رونالد جان، نظر شما در این مورد چیه؟ یک گروهی میاد، یک احزاب دست راستی میان، چند تا هنرمند و ورزشکار رو با خودشون همراه میکنن، یک ائتلافی تشکیل میدن و میخوان پیروزی انقلاب رو به اسم خودشون مصادره کنن. به نظر شما در فردای جمهوری اسلامی چه کسایی میتونن رهبری این انقلاب باشن و چه کسایی باید در حکومت آینده ایران شرکت کنند؟ رفیق رضا، رهبری این جنبش رو طبقه کارگر میکنن به نظر من و مردم هیچ یک از این افراد و سلبریتی ها رو قبول ندارن و اونها نمیتونن نماینده خوبی برای مردم ایران باشن. اونها هیچ وقت فقر رو تجربه نکردن، کودک کار نبودن، نمیتونن نماینده‌ای برای مردم ایران باشن. درسته میان از سلبریتی ها برای شعارهای خودشون، برای اینکه خواست و مطالبات خودشون رو بیان کنن میان استفاده میکنن، اما آیا این افراد جایگاهی بین مردم ایران دارن؟ آیا اونها میتونن در آینده نزدیک وقتی که انقلاب شد دنیا و جامعه‌ای رو برای مردم ایران درست کنن بدون از فحشا، بدون از کودک همسری، بدون از حقوق چندین برابر زیر خط فقر؟ اونا نیستن که بتونن این جامعه رو رهبری کنن. این جامعه رو طبقه کارگر و زنان و مردان آزادیخواه هستن که رهبری میکنن. قطعا یک جامعه درست میشه، جامعه سوسیالیستی که مردان و زنان بتونن به صورت آزاد و برابر در اون زندگی کنن. اونها اصلا فقر رو تجربه نکردن تا بتونن نمایندگی طبقه کارگر و مردم فقیر باشن به نظر من. بله خیلی ممنونم. متاسفانه وقت برنامه ما رو به اتمامه. از رفیق جانم رفیق بهروز چند دقیقه وقت مونده، اگه میخواید صحبتی کنید بفرمایید. چند دقیقه وقت مونده، اگه یکی دو دقیقه هم اضافه بگیری اشکال نداره. به نظر من این بحث سوالی که شما مطرح کردید، نقش احزاب سیاسی در جای خودش مهمه. مثلا چندی به مناسبت سال جدید میلادی احزاب و گروه‌های مختلف پیام دادن. مثلا 6-7 نفرم یه پیامی داد، 4-5 نفری بودن که پسر شاه هم یکی از اونا بود، یکی 2 نفر از این هنرمندان بودن و مجموعه اینها و اینا. به نظر من زیاد واکنشی نسبت به این پیام ها و اینا اصلا نداشتم و به نظر من خیلی عادی طبیعیه و حتی بورژواها هم حق دارن، میتونن یعنی از نظر حقوقی نظرات خودشونو بگن
و از منظر آزادی سیاسی ما نمیتونیم مانع هیچ گروه و حزبی بشیم برای اینکه خودش رو بیان کنه. اما منظر آزادی سیاسی برای خود بیان کردن با مشروعیت سیاسی اجتماعی، اینا دو مقوله کاملا مجزا هستند. مثلا تا جایی که به آلترناتیو سیاسی برمیگرده، آلترناتیو سیاسی برای آینده جامعه ایران طبیعی است. همین رفیق روناک هم گفت از درون جامعه و از درون قیام کنندگان بایستی به وجود بیاد و بیرون بیاد و این با منافع خیلی از گروه ها متضاده و نباید نگران بود. هم باید مواظب بود، هم در این حال احترام گذاشت به آزادی ها و ما هم مشروعیت کار خودمون کنیم. به نظر من اون چیزی که برای جنبش ما و برای حزب ما معنی عملی دارد اینه که داریم به بورژوازی نگاه میکنیم، تقلا میکند. ما نمیتونیم بگیم نباید این تقلا ها رو بکنید، اما ما بایستی در برنامه و پلان هایی که داریم ما هم تعجیل کنیم، ما هم زمان بندی داشته باشیم که بتونیم از کارها و فعالیت ها نتیجه عملی بگیریم به نفع جنبش، به نفع قیام. بله، خیلی ممنون رفیق بروز ناصری عضو کمیته مرکزی کماله و رفیق روناک امجدی عضو کادر و عضو حزب کمونیست ایران. از شما هم ممنونم که تا این لحظه بیننده این برنامه بودید. از حضورتون مرخص میشم، ولی قبلش با هم یک کلیپ میبینید. بدرود. آزادی. دست بیدار بیا به میدان، تو ای کارگر نسل قهرمان، شور شو خوشه های خشم پیچیده بر هم، کاخ ظالمان کلید رمز انقلاب ما، تنها اتحاد ما. کارگر بیا میان میدان، رزم رهایی از ستمگران، کار و آزادی به همراه نان، مرگ ستمگر نجات زنان. مارش آزادی بر کوی و بر زن، محشر به پا کرد انقلاب زن. به خشم آمده هم پیر هم جوان، جای تو خالیست نسل قهرمان. بر ضد بیداد بیا به میدان، تو ای کارگر نسل قهرمان، شور شو خوشه های خشم پیچیده بر هم، کاخ ظالمان کلید رمز انقلاب ما، تنها اتحاد ما. خروشیدن زنان و مردان علیه ظلم سرمایه داران، زندان پر شده از هزاران انسان، اسیر دست شکنجه گران. در پرتگاهیم به حکم اسلام، سپاه و بسیج فوج بیلگام، سخت در نبردند کودک و جوان، جای تو خالیست نسل قهرمان. بر ضد بیداد بیا به میدان، تو ای کارگر نسل قهرمان، شور شو خوشه های خشم پیچیده بر هم، کاخ ظالمان کلید رمز انقلاب ما، تنها اتحاد
اتحاد ما